دانشکده پلیتکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد قاسمی در شهر خوجند میوه شهربار دوران استقلالیت بوده از بهترین مؤسسه عالی کشور در مورد سطح بلند دانش شرایط خوب مادی و تکنیکی محسوب می‌یابد. در 4 فاکولته دانشکده تعداد دانشجویان و ماگسترانتان و دکترانتان نزدیک به 4000 نفر رسیده، با آنها 180 نفر آموزگاران درس می‌دهند. 48% آموزگاران درجه و عنوان علمی دارند و دانشکده از روی نشانداد آموزگاران جوان عنواندار میان مؤسسه‌های عالی در جای اول می‌ایستد. فاکولته انفرماتیکا و انرژتیکا با آماده‌کنی مهندسان و عالمان ساحه تامین برق، انرژتیک و تلکمونیکاسیا و تامینات برنامه‌ای کامپیوتری روانه شده، در فاکولته ساختمان و نقلیات مهندسان آینده ساختمان و صنعت مصالح ساختمانی، خدمت‌رسانی اتومبیلی و تشکیل حمل و نقل در نقلیات معماران آماده کرده می‌شوند. فاکولته مهندسی تکنولوژی تکنولوژی بلند اختصاص را همچون اگروتکنولوژی خواجگی‌های دهقانی، مدلیر، کنسترکتور و تشکیلاتچی ساحه محصولات دویزندگی، تکنولوژ، تشکیلاتچی سرساحه صنعت خوراکواری تیار می‌کند. اقتصادچیان و مالیه‌شناسان تیار کرده فاکولته مهندسی اقتصادی از بهترین متخصصان در جامعه شناخته شده است. دانشکده اولین شده نظام کردیتی و مرکز تستی را در روند تعلیم کشور با مقصد از بین بردن الیمنت‌های کورپسیونی و بلند برداشتن صفت تعلیم جاری نموده. در دانشکده اولین شده در آسیای مرکزی سیستم اداره کنی اطلاعاتی فعالیت می‌برد که آن از طرف کارمندان و دانشجویان دانشکده ساخته شده است. سیستم مذکور شفافیت روند تعلیم، داد و گرفت حجت‌ها را تامین نموده برای تیز و با سرعت رسانیدن نتیجه‌های سنجش و امتحان‌ها با استادان و دانشجویان خدمت می‌کند. دانشکده یکمین شده در جمهوری اجازتنامه را برای تحصیلات فاصله‌ای گرفته است و حالا طبق این روند تعلیم دانشجویان تحصیل گرفته ایستادند. مقدار عمومی پتنت‌های اختراعاتی و سرتیفیکات‌های ذهنی استادان و دانشجویان به 100 عدد رسیده، از آن 30 تاش برای ساختن سیستم اطلاعاتی اداره‌کنی دانشکده گرفته شده است. در دانشکده هر سال 2 مرتبه آزمون لایحه‌های نوآوری بین دانشجویان گذرانیده می‌شود. در دوام 6 سال فعالیت دانشکده 2 مرتبه مکان برگزاری آزمون بهترین لایحه نوآوری گردیده. در هر دو آزمون شاگردان دانشکده میان 39 مؤسسه عالی کشور غالب آمدند. دانشجویان دانشکده ما در المپیاد فنی جمهوری و دیگر آزمون‌های جمهوری و بین الخلقی اشتراک نموده 21 جای اول، 23 جای دوم و 38 جای سوم را اشغال نمودند. در بین دانشجویان آزمون‌های گوناگون گذرانیده می‌شود که ترغیب کسب و هنر، آموزش علم، تکمیل جهانبینی و حس وطن‌دوستی مضمون اساسی را تشکیل می‌دهد. دسته هوسکاران دانشکده در آزمون اندلیب و فروغ جوانی 2016 مهارت بلند هنروری نشان داده میان مؤسسه‌های تحصیلات عالی غالبیت به دست آوردند. دسته حاضر جوابان دانشکده در کوین آسیای میانه در شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان ماه مارس سال گذشته از بین 26 دانشگاه‌های عالی آسیا جای اول را اشغال نموده جام این چاره‌بینی با نفوذ را به دست آوردند. در دانشکده به رشد ساحه ورزش دقت اساسی داده می شود. حالا در دانشکده چمپیون‌های جهان و آسیا در رشته‌های کاراته، جنگ آمیخته، باکس تحصیل داشته. ورزشکاران دانشکده در رشته‌های بسکتبال و والیبال در صف پیش دانشگاه‌های کشور نیستند. دانشکده با 192 مؤسسه‌های تحصیلات عالی جهان شرطنامه‌های همکاری داشته. در دایره برنامه‌های تمپوس، اراسموس موندوس، اراسموس پلوس در کامپوس فرانس ایسی با 66 دانشگاه‌های اروپایی همکاری می‌نماید. حالا نزدیک 30 استاد و دانشجوی دانشکده در خارج کشور کار و تحصیل می‌نمایند. دانشکده با 170 تشکیلات و کارخانه‌های ولایت سوخت شرطنامه‌های همکاری داشته. تأسیس مرکز مرتبه رابطه دانشکده را با مؤسسه‌ها قوی‌تر نمود. نتیجه جاری‌کنی نوگانی‌ها و مهنت ثمرناک آموزگاران و کارمندان در دوام 6 سال به آن آورد که خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف
درجه از خودکنی دانشجویان را در دانشکده بهترین حساب نمود. خوابگاه دانشکده دارای آشخانه‌های بر هوا، حمام، تالار خوانش و فراغت، اینترنت رایگان بوده بهترین خوابگاه‌های مؤسسه‌های عالی کشور به حساب می‌رود. راهبری دانشکده دستگیر دانشجویان یتیمان و کمبزاعتان بوده همه ساله به آنها استیپندیا و دیگر کمک‌پولی‌ها می‌دهد. جامعه مهنتی دانشکده خوب درک می‌کند که هدف و مرام دولت و حکومت عبارت از آن است که علم و دانش در کشور ما به ارزش‌های والا تبدیل یافته از جانب عالمان به خصوص عالمان جوان کشفیات و اختراعات نو به وجود آید. ما در این را استواریم و دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان را سرمشق خود قرار داده‌ایم.